عالم نباشه که او را بیان کنه. بعد از او گفت که ان ذهاب العلم ای یذهب حملته، رفتن علم، محو شدن علم، کتاب الله، قرآن، اسلام، سنت، چیز ای یذهب حملته، کسایی که حاملین قرآن، بیان کننده و تطبیق کننده و نافذ کننده، اینا از بین برن. یکی کسایی که سر قرآن نان میخورن، نه در خدمه و فاتحه و این گپا، و که باشه هیچ به وا فایده و دیگه هم خرابی میکنن. یک کسایی حامل هستن، حمل میکنن، بیان میکنن، بر تطبیقش کار میکنن. اینا که از بین رفت و از بین میره. وقتی که عالم حق از بین رفت، علمای باطل میه. باطل که آمد این علمای یهود نصارا، امیال هم یهود نصارا علما دارن، امیال هم تورات پیشانه، انجیل پیشانه. عقیده توحید کی خراب کرد؟ امی علمای نصرانی یا مسیحی. الله که واحد بود فعلا میگن سه خدا هست. اینه کی کرد؟ اینو میا کنه و امیا تایید میکنن، امیا دلیل میگن، علمایشان میگن که سه خدا هست. 2 میلیارد انسان با آتش جهنم کشانده علمای مسیحی و نصرانی. با 10 میلیون علمای یهود با آتش برده رئیس، علمایشان است و میگن که اینمی دین است، اینمی راه رسیدن به الله، اینمی است که ما براتون بیان میکنیم. عالم حق که رفت گپ خلاص است. بنان چقدر یعنی از این فهمیدین که علما چقدر نعمت کلان است. علمای برحق کل گیره من میگم، تنها شما نه، هر کسی که در جایه زور خودت نمیرسه که اسلام بیان کنی، تطبیق کنی. از عالم حق دفاع بکو، حمایت کن در هر جایی که هستی. آخری زورت استعمال کن. اجازه نده که علمای حق مورد توطئه و دسیسه و اینا قرار بگیرن و از بین بردنش خوشحال نشو، تباه میکنی، خود هلاک میکنی. حسن بصری میگه که الدنیا كلها ظلمتون، الدنیا كلها ظلمتون الا مجالس العلماء. دنیا کلش تاریکیست مگر مجلس عالم. مجالس در مجلس عالم برحق که میشینی واقعا روشن. من خودم خوشم میاد که یک عالم برحق بشینم، از او بشنوم، بسیار راحت میشم. خودم شخصا پیش یک عالم برحق که میشینم اینقدر خوش میباشم. دنیا تاریکیست، بهترین لذتی است که علمای حق ششتن شنیدن و در یک منطقه که یک عالم حق میباشه از این قدر نعمت کلان یافت نمیشه. پس دفاع از علما، حمایتش فرض است. در وقت فتنه ها، مصیبت ها میاد سر علما و اینا، سر عام مردم، چی کار کنیم؟ صبر کردن مهم است. در بخش دوم براتون از صبر فی زمن الفتن، صبر کردن در زمانه های فتنه ها، مصیبت ها که دشمنان اسلام علیه مسلمان ها توطئه میکنن و میخواد که مسلمان ها را بیدین کنه با مختلف فشارها دینشان بگردانیشان، بازگشتشان بته دینشان، یا سستشان کنه، ضعیفشان کنه. در این وقت الله در قرآن میگه که مصیبت برتان میرسه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین خبردار، استعینوا بالصبر و الصلاة، از الله مدد بخواین، از الله بالصبر، به صبر کردن، و صلات، نماز خواندن. با پیامبر صلی الله علیه و آله هر مصیبت میرسید عاجل به مسجد میره. ما و شما مسلمان ها اکثر ما مصیبت برسه نماز هم نمیخوانم. چی پس بیا نماز بخوان، گپ نزن، بسیار وضعم خراب است، میگه اعصابم خراب است، به من مصیبت آمده تو میگی نماز بخوان. الله میگه که مصیبت برات آمد و الله رجوع کو، به نماز رجوع کو. ان الله مع الصابرین، بدون شک الله به امرای صبر کننده. معی یعنی نصرت و مددش، کمک و تاییدش به امرای زیناست. و بشر الصابرین، در سورة بقره الله میگه صابرین بشارت بده به جنت. الذين اذا اصابت مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون، کسایی که برشان مصیبت میرسه میگن انا لله، یقینا ما از الله هستیم. چه معنا؟ در اختیار الله هستیم، مخلوقش هستیم، هر نوع تصرف میکنه حق داره. و انا الیه راجعون، بدون شک ما به طرفش بازگشت میکنیم. یعنی مصیبت دائم نمیمانه، با مرگ ختم میشه. اولئک علیهم صلوات من ربهم، الله میگه این مردم رحمت های الله به بالا از ایناست، شاباسی است، آفرینی است، برکات و رحمه. و اولئک هم المهتدون، و اینا به هدایت هستند که در مصیبت صابر باشند.
والله متعال کسایی که صبر میکنن اینا را غیر از اینکه نعمتای دنیا آخرت جنت به دست آوردنش بدون صبر نمیشه. میفرماید در سورة مومنون که انه کان فریق من عبادی، میگه بدون شک بود یک جماعت از بنده های ما یقولون میگفتن ربنا اننا آمنا، ای رب